یک زن که از شهر مسکو روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد طفلش را هنگام پرواز به دنیا آورده است. تلگرام کانال شوت روز 13 ینور سال 2023 با نشر عکس‌های این طفل نوزاد با اعضای اکیپاژ خبر داد که اویشخان در عرفه سال نو در بلندی چند هزار متر در آسمان دیده به جان شد. بنا به اطلاع رسانه‌ها این حادثه در داخل تالار هواپیمای ایروبوس شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی در عرفه سال نو رخ داده است. این هواپیما از فرودگاه ژوکوفسکی در کنار مسکو به قصد تاجیکستان به پرواز خست، ولی بعد از آنکه هواپیما الکی به آسمان بلند شده بود، یک زن مسافر به میهمانداران هواپیما مراجعت کرده از سر شدن درد زایشش خبر داده است. از بس که تا رسیدن به خوجند هنوز چند ساعت دیگر باقی مانده بود، اهل اکیپاژ باید این مسئله را به صورت عاجل حل میکرد. کریستینا کلیویوا سردار میهمانداران این پرواز نقل کرده است که آنها به سرخلبان خبر دادند و توسط بلندگویک اعلام کردند که اگر در بین مسافران طبیبان باشند از خود درآیند. از بین مسافران یک تولدخانه سیار جمع شد. معلوم شد که در بین آنها 4 نفر از اهل طب بودند، یک طبیب گینکولوگ یا طبیب نوزادان، یک طبیب رنتگنولوگ و 2 آکوشرکه. به آنها میهمانداران هواپیما با تامین زایشگاه با بالشت‌ها، سلفیتکا و آب کمک رسانیدند. کریستینا کلیویوا چنین نقل میکند 4 نفر از بین مسافران که خوشبختانه 2 طبیب و 2 دیگرش آکوشرکه بودند اظهار کمک کردند. سرخلبان پرسید که آیا ضرورت است که او در یگان فرودگاه نزدیکترین بنشیند، ولی طبیبان از این پیشنهاد دست کشیدند و گفتند که ضرورت نیست، آنها خودشان این کار را انجام میدهند. ویکتور که میهماندار دیگر این پرواز نقل کرده است که در آشخانه قسمت پیش هواپیما ما بالشت‌ها و پلیونکاها را پهن کردیم و این جوان زن همانجا طفلش را به دنیا آورد. یک لحظه های راستی فراموش نشونده بود. این لحظه ها تقریبا بعد 1 ساعت با کمک طبیبان و میهمانداران طفل این زن صحت و سلامت به دنیا آمد. این دخترچه نوزاد 46 سانتی متر قد و 2 کیلو و 600 گرم وزن داشت. بعد تقریبا 2 ساعت دیگر هواپیما الکی با 220 مسافر در خوجند فرود آمد. مادر خوشبخت را با طفل نوزادش از فرودگاه به بیمارستان بردند. بنا به اطلاع تلگرام کانال شد این طفل را اویشخان نام گذاشتند. او حالا در خانه اش است و سلامتیش خوب است. موردهای در وقت پرواز تولد کردن زنان مسافر کم است و گاه روی میدهد. شرکت‌های هواپیمایی به پرواز زنان حامله در ماه‌های آخرین تولدشان اجازت نمیدهند، ولی برخی زن‌های حامله با هر راه یگان علاج کرده از نظارت میگذرند و به داخل هواپیماها راه مییابند، مثل مادر اویشخان که از این به بعد هر باره که از جای تولد فرزندش اگر بپرسند حتما جواب خواهد داد که او در آسمان به دنیا آمده است.